فریبت ندن اخوی، دروغ تحویلت ندن. من نمیگم این حکومت جمهوری اسلامی به حقه، اما تنها پرچمدار حمایت از امام زمان امروز در روی زمین حکومت جمهوری اسلامیه، با همه ضعف‌هاش، با همه مشکلات و با همه مسئولین فاسدش. امروز کسی رو که ما در رأس این نظام داریم، مقام معظم رهبری که فرمانده کل قواست، تنها مدافع امام زمان در این کره خاکیه، سربازانش رو داره تجهیز میکنه. همین میزان برای ما سید علی کافیه که از نیروی سید علی استفاده بکنیم برای حمایت امام زمان. مگه تو امام زمانی نیستی؟ بذار امام زمان بیاد و اون موقع اگر حکومت در مقابلش ایستاد، تو از این حکومت حمایت نکن. اما امروز که این حکومت پرچم حمایت از امام زمان رو بلند کرده، همین دل صهیونیسم رو میلرزونه، همین دل یهود رو میلرزونه. تا مادامی که امام زمان نیومده و مشخص نشده که حکومت باشه، ما از این حکومت دفاع میکنیم، چون حکومت به اسم حمایت از امام زمان پرچم بلند کرده. صبر کنید تا امام زمانتون بیاد. مثل این میمونه که عده‌ای بگن اگر امام حسین اومد در کربلا، ما میریم و ازش حمایت میکنیم. همین صدا اگر در کوفه میپیچید، عمر سعد جرأت نمیکرد سر حسین رو ببره. همین صدا اگر در کوفه میپیچید، یزید جرأت نمیکرد جلوی امام حسین رو بگیره، چون صدا قبل از ظهور حسین شنیده نشد، سر حسین بریده شد. امروز از توی بچه شیعه وقتی صدای لبیک امام زمان بلند نشه، قبل از اومدن امام زمان سرش بریده میشه.